درود بینندگان عزیز، این لحظه ما به شما آید زندگی نامی ساکنان دهه زرکند ناحیه پرکند ولایت تاشکند حکایه می نماییم. این دهه زیبا منظر که در پای کوهستان جایگیر است، طبیعت زیبا، مردمی شرفمند را صاحب است. در دهه زرکند قریب 13,000 اهالی برد و باش دارند. آنها با باغداری، تاک پروری مشغول گشتند. با چارواداری و عسل پروری هم نیز شغل می‌ورزند. یک قشلاق زرکند 5 تا محله موجود. 5 تا محله همش کارخانه تامین کشه دیگه کار میکند، دلهان دارد کار میکند، شهرها کار میکند. وقتی که بهار سر شد، خلق ما همش میخنت طلب میخنت میکند. هم در باغ پاونده، تاکزار پاونده کارخانه کرده، تاکای برداشته، حاضرنگ پایتنده، تگش چاپق کرده، کار کرده است. این میخنت های ها کلجگنده هر یک خاندان به خدا خواهشانه اویلوی وایش به همه پت میخنتش که از میخنتش فایده هاش میخنتش خانشانه توی میکند، یقین میکند، همه نسخه میکند. باغ کانتین تشکیل کرد که آدم ها خدا رفته، خدا خواهشان باغ کوچت خود تیار کرده، کرده، همش من اسخت کرده حاضر. وای جای وای نیده، خالی جای نیست خنده است. مردی شریف، صاحبکار نامی قهرمان ازبکستان شادروان تاجبای رضایف برای بهبودی سطح زندگی این محل زیست و رشد کشاورزی در زرکند سعی باسزای گذاشته است. تجربه کاری او را حالا در تمام ازبکستان استفاده می‌برند. ساکنان دهه زرکند زبان زمین را یافتند، به زادگاهشان مهر بستند. در این محل یگان قطعه خالی را نمی بینید. از زمین زرخیز با مورد استفاده می برند. این زمین ما بنیاد کردیم. من زمانه حاضر زمانه اگر میگرنگید پیش نو کنه باقی از نو کده نو باقی داشتیم. نو حاضر زمانوی باقی هم درجه حاصل تیز میتیاد، حاصل شیر حاصل میشد، هم بازارگیر میشد. برای همین در اینجا 2 گیتار 30 سوتق زمین بود. اینا همیشه از 1 گرم گرسیم در نو باغ کداش شدیم اینجا که همین حاضر طلب زمان باز جواب میدادی شدن در کار. حاصلش هم تیز حاصل میدارم دیگه 2 سال 3 سال دام میشن چیپ کارلی که من یک طرفش به نو سورت انگور نو نیست. نو هم گیگانت دیگه کش میشه سورت نهایت کی کلان میشد، بازارگیر میشد، خریدارگی میشه دیگه، خوردن میشه دیگه، مایز باب میشه دیگه. نو باغ کردیم اینجا. اینا من در این زمین خالی نیستادم برایش. اینجا دیقانچیlik میگم واقعا زبانی خدا میگه دیقانچیlik که پامیدار اینجا کارتوشکا هم خیلی سبزیجات میوه میکاریم که برای روزگار، برای بازار، برای خالی همین که زندگی ما بازار میبریم یا که آخر ما ماندگیشه خانه با هم یک تا جنگ کارکست دیگه همین واقعا خانه هاشمان تعمیر میکنیم. مهنتی حلال آدم را شرفناک میکند. در و دیوار روزگار آباد میگردد. دسترخوان پر از ناز و نعمت، رزق روزی انسان با برکه می شود. در هر یک خاندان زرکنتیان ماشینی سبکرو هست. این همه نشانه مهنتی حلال است. من همجا همین 40 سال که هم وایب کار میکنیم همجا دوم بیچاره همیشه همجا کار کردیم. خدا میام همجا کمترین یا رهبر کارخانه کار کردیم. بریگادر شدیم. من همجا 42 گیتار زمین به پیش شرکت خوجالک نشدن پی بریگادر بدیم. من داله برای خودم ها، برای میهمان ها، برای همجنگ کار میکردیم آدم ها من داله شیپون کردیم. داله شیپون پیش داله شیپون میگم همجا دمگیری
همجا آب اوقات خورده همجا بتونن اساسا آب از زمین نساز که آب بردگی میهنت تغییر راحت که دیگه مقال ها هست هم خیلی گپ. باغ نوبنیاد اکای سعدالله را میبینیم و دست انسان گل بودنش را باز یک بار احساس میکنیم. کوچه اساسا همین آبادی گرفتیم ما همسال. نباشد داخل باغش به خدا میام تغییر میکنیم. من در شهر سمرقند یا که اینجا خدامون شریدر هست. شریدر خونده نو حاصل نو کوچه تغییر میکند. همجا خود نواشه گرفته آمرده میکنیم. ما اینجا وای کردیم شیپونیک نو سورتی که کلان میوهشون حاصلشون کلان میشه. بزرگیر میشه. نصیب کند ما این کاری حاصل به ابتدا 3 سال دانشان حاصل داشته است. همسالان گل کرده. سیبان هست اینجا؟ سیب هست. سیب این طرف سمیرینکا، گالدین. من اینه که در پارکینگ رایون هم پیش هم خاص هم میگه هم پارکینگ رایون üzüm انگورش. من این بالا مانند که زرکت üzüm خیلی نو انگور خیلی نو ساز خوش کشمیش نو ساز خوش. من رزمت ساز خوش. یا که نیشه تایپ روسیه یا دیگر دولت خوب می‌سازند. حلقه پروان ترمشش ناس هم پیشت باغ همش کار کرده است. کار کدیگه میخورد. پس از یک ماه این گلاس ها میپزد. اول اهل عائله و باقی مانده‌اش را خریدار میگیرد. هم روزگار آباد میشود و هم بازار. ما اویی که دیدم که این جهانده این کارخواه عموما کده نمیتونم که تویی که دیدم. من خداگه شکر همه کارخواه یاد گرفتم. تاک بره انگور کنه منم خام تاک همه کارخواه خودم من یاد گرفته. من سانه چقدر من آقا خما من نیوره خواه بشکان خواه دختران خما یاد دادم. خداگه شکر من همون انگوره آقاش نقص میغنات کتیم چال کمپر خدا خالصه من یک مخویم نیت خما خی خواجانه خواج بابا شدن الله نصب کند. من همون دیقانچیلی که آقاش بشکانه همش جا با جا کردم توی خواه کردم یعنی آکن خدا خالصه یعنی ماندگی نیوره خویم احساس سلامت گردم یعنی همون توی تماشا کنم که دیگه نیت خواه انشالله انا نظر بگنده من این کار خواهی کرده نمیتونم که توی کرده دم عدستم آمد خدا شکر. اینجا نقص آب هوا تازه باغ راغ اونجا ها من به تنگ بین آکن او را رفتن نمیتونم. پردبای که اصلا آموزگار است. فعالیت کاریش زیاده از 40 سال. وقت خالی و باغبانی و تاک پروری مشغولند. به هر یک نهال گویا صحبت میکند. شاخهای نادرکاری را علکی قیچی کردند. بیخ نهال ها را نرم میکنند و حاصل فراوان باغشان امید میبندند. نبیره های بابا کمکچی اساسی اند. زیرا بابا درآمد باغ را به تحصیل نبیره ها صرف میکنند تا که آنها هم صاحب معلومات عالی و کسب و کار گردند. حیات این از حرکت عبارت است. چقدر که حرکت کنندگر الله تعالی هم قدر برکت رو دام میگیرد. من حرکت کرده از باری هم بالا حرکت از باری هم باید من هم درجه آورده مانده باید بعد همون درآمد من خانه ها پوشتیم من آنچه تامین هم منجا خوشه من بالچقه توی کردم هم وینده برای من حرکت کنه نرم میشد. آدم هیچ کچان هیچ وقت بی میخنت نشدن نکن. چقدر که حرکت کند هم سالم فایده شای هم ولی درآمد فایده شای هم عائله فایده شای برای من حرکت نماندن نکن. انگور خام های نمیگفتر همجا من نگرم میکرده اصلا وای باشکن من نگرد من از بالی هم میخنت من زوجه خما با مکه عمره مکه پرخت آمدن من خدا خما خدا حاضر نیت کند الله تعالی نصب کند خدا خما هم حرکت کردیم خرج برفتم با همش ابالی هم میخنت. اهل مردم دیه آن روز شاد و خرمانه به حولی توردیفا برای عیادت شریف خاله از زیارت عمره نوکک آمده تشریف می آوردند. خاله مهربان و خوشگفتار تأثیرات‌های خود را به ما هم بیان کردند. حاجانه خوش آمدید. زیارتتون قبول شود. مراد خدا خواست شود شم خوایم. رفتن نصیب روزیلم شکلت خم و منم فرزند خم و یورت خمه و خوش به اخل مومن به
رفتن نصیب روز ایلمش کند. من همون نرفت که فرزند خوش پسندن نصیب روز ایلمش کند. سیر مامور شود، حاصل خو مول شود الهیم. فرزند هم اصلی خوشلی خوش شود. خوشبختانه در این دهه آباد آدمی بیکار را نمی بینید. همه برای بهبودی زندگی تلاش ها دارند. کارخانه های خردی دوزندگی از طرف صاحبکاران محله براه گذاشته شده است. یکی از آنها کارخانه دوزندگی سایمه می باشد. در دیگه ما 5 تا محله موجود بوده. در هر یک محله یک تاگی مکتب موجود که اینجا هر یک کودکستان هست. بچگان در دیگه ما با زبان تاجیکی تحصیل میگیرد. زنها با دوزندگی مشغول می شود. 4 تا سیخی دوزندگی موجود است در زرکند. در آنجا 200 نفر زیاد دختران کار میکند، زنان کار میکند و با کسانچی مشغول میشه دیگه. زنان خو هم خست خانشنده آنخو چاک دوخته روزی خداخوشان رو میبیند. سایمه خان با دستگیری پدر و مادر و راهبران محلی سیخی دوزندگی را در خانه زیست 2 سال قبل تشکیل نمود. امروز 12 نفر با کار تامین شده است. امید دارد که سال آینده بنای مخصوصی کارخانه را بنیاد سازد و چند دیگر زنهای دیگر را با کار تامین سازد. در این راه به او کامیابی می‌خواهیم. خوننده فرتوخچه خوی می‌دوزدم. قزقش می‌کردم. قلوش قامه کی بخو می‌دوزدم. اکشکی نگاریم. هنر دارم هیچ جانده خور نمی‌شود. هر دایم قدر می‌یابد، حرمت می‌یابد. از زندگیش هم نظم شد. شرایطش هم نظم شد. چشمه زرکند که آبش شفابخش می باشد برای مردم جهه منبع حیات است. زیارتگاه سید جعفر غازی بابا را اکثر خوب می دانند. در این ماه شریف قدم زیارتچیان کنده نشده است. از ولایت‌های دوردست مهمانان می آیند و از تماشای منظری زیبا و مهمان نوازی زرکنتیان طبعشان بالیده می گردد. این زیارتگاه اینجا پیغمبر خود اولادش حسین سید جعفر خستگی آدم اولیای قبرش اینجا. این کس اصلش از سوریه مالاتیا کتگ شهرش. همین این کس پدرش هم مالاتیا یک مسجد امام بوده. باز مردنی پدرش این کس اونجا برونده رفته. اونجا برونده رفته هم خازرنگ ترکیه پیشتر ویزانتیه بوده. همجا خونده مسلمانگرچیلی به دعوت که هنجنده جنگ سنتش یاد گرفته. همجا گذشته آنده کسبی کده آذربایجان خو همجا خونده مسلمانگرچیلی به دعوت که کسبی وای به گذشته آنده. کسبی که وای پایتنده کسبی دریاش که دنگزش که وای یک تا بوده. اورال. هم اورال که گذشته آنده خوارزم بخارا سمرقند سرداریا این کس هم مسلمانگرچیlik به دعوت کرده و آنده من انجنده قضا شده وفات یافته جاش من این کس قبرش انجنده از تمام کوچه ازبکستان از بخارا سمرقند خوارزم قرقلپاقستان هم آدم ها زیارت به آنده است چون که من این خوی آب اینجنده من چشمه 80 لیتر نزدیک آبشه یک تا چشمنده هم 80 لیتر آب من شفا بخش آب من طبیعت دیده استایتان من تاشکن آندگو آدم ها عباس قجه آندگو آدم ها این جنگ هوای گرته اینجا برته نمیتوند این خدا تانا من دیده استادی این هوا هر جانده نیه. زیارتگاه سال 2000 از نو برقرار کرده شد. کارهای ساختمان و بنیادکاری زود عملی گشت. نهالهای گوناگون شنانده شد. برای استراحت و فراغت مردم انشاءات‌های ضروری ساخته به اختیار آنها داده شده است. امروزها اپی سیده و چند همکارانشان در آزاده و پاکیزه نگاه داشتن زیارتگاه سهمی مناسب می‌گذارند. کس از تماشایش ذوق می‌گیرد. من قریب 30 سال باز کار میکنم در اینجا. من زیارتچی هر ریسپوبلیکا خو میبیاد هوای ما تازه نغز دم گرفته شفا بخش چشم خو مخای آب خو مخای آب خویا خورده نیت خوشونه کده من اینجا خونده دم گرفته
نقص کیفیت میبرد مخو برای این خرسند میشم مخو باز وای خو نقص خدمت کردم و حرکت میکنم گل خویا کرده من دیداتون آباد کماندیم حاضر بعدی روزه یعنی بسیار آدم خو زیارت میبیاد در خما همیشه کشا دیگه همه تش میکنم من انجا میخمان شود زیارت کند بخرمن شود امنم خواهی تازه. در شفت زیارتگاه ساختمان صحتگاه ادامه دارد که تقریبا پس از 1 ماه به استفاده سپرده می شود که این هم برای بهبودی زندگی ساکنان زرکند خدمت خواهد کرد. صحتگاه خانه ایجاد اتفاق نویسندگان ازبکستان که در کوهپایه جایگیر است و دهه زرکند زیبنده است. بیننده نکته‌سنج، این بود حکایه ما آید زندگی نامی مردمی با آر و شرفمند زرکند زرخیز. مثل قلمای ابروی کجه در دل علمای جوره ای کاری بده همزوری کدم همزاره کدم دل در پی دوریت صد کاره کدم آی چشمکی شوخیت ای خمخمی مویت ای دیدنی رویت دل کنده نشداغه ای خالی بری رویت ای لالی غزل گوید ای خاکی سری گوید دل کنده نشید آقا چشمکی شوخیت ای خمخمی مویت ای دیدنی رویت دل کنده نشید آقا ای خالی بری رویت ای لالی غزل گوید ای خاکی سری گوید دل کنده نشید آقا لبی شهدودی تره چشمکای هیلگره تاقی گل دوزی کنم زیبی سره لبی شهدودی تره چشمکای هیلگره تاقی گل دوزی کنم زیبی سره زارو آواره شیدم در گذره سری هر کوچه شیدم ره نگره کای زنم بوسه زی لبهای شکره تاقی گل دوزی کنم زیبی سره چی کنم مهر و وفایی تو کمای غمی تو در دلی من شاهی غمای غری آزار نباشد هنره تاقی گل دوزی کنم زیبی سره لبی شهدودی تر